حافظ عبدالغنی ابن قدامه مقدسی در کتاب عمدة الاحکام حدیث 176 را در کتاب روزه آن ذکر کرده، گفتند که عن انس بن مالک رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تسحروا فإن في السحور برکه. انس رضی الله عنه گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند تسحروا، سحری کنید. مقصد سحری برخیزید و طعام سحری تناول کنید، سحری خورید. فإن في السحور برکه، چون در سحری کردن و در طعام سحری برکه هست. عملی که انسان سحری میخیزد، خواه سحری آماده میکند، مثلا همسرها به شوهرانش، یا در شهرهای مسافرت مثلا یک انسان برای برادرانش سحری آماده میکنه، یا در زندان برادرها برای دیگر آنهایی که همراهشون طعام میخورن سحری آماده میکند. همین سحری آماده کردن هم برکه دارد، یعنی ثوابش عظیم است، و خود همون طعام سحری هم برکه دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید سپارش دادن سحری کنید. یعنی چه خیلی که مردم ما میگن کوتره ندارید. کوتره داشتن به اصطلاح مردمی یعنی شب خواب میکنند و سحری ناکرده روزه میدارند، روزه امروز رو به روزه فردا پیوست میکنند و در اصطلاح شریعت این رو وصال میگن. خلاصه این حدیث ترغیب به سحری کردن میکند و دلالت میکند که سحری کردن عملی مبارک است، و اگر انسان وقتی که به سحری خسته نتوانست و وقتی اذان که علکه شده است دیگر از خوردن و نوشیدن خودداری میکند. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.